محاله کسی این کیک رو درست بکنه و عاشقش نشه. آخه بافتشو ببین، کیک که نیست، باقلواست، از خود بهشت اومده. به راحتی میتونی درست بکنی و کسب درآمد باهاش بکنی. خیلی هم راحته. 4 تا تخم مرغ رو به همراه وانیل و شکر اونقدر با همزن برقی یا دستی بزن تا کاملا کرم و کشدار بشه. وسطای کار هم ظرفتو دورگیری بکن. بعدش روغن مایع، ترکیب شیر ولرم و نسکافه فوری رو اضافه بکن و در حد ترکیب شدن هم بزن. حالا مواد خشکتو با هم ترکیب بکن، 3 بار جدا الک بکن و به مواد اضافه بکن. بعدم با کمک همزن دستی یا لیسک به صورت دورانی در یک جهت مواد رو هم بزن. بریز تو قالب چرب شده، بذار توی فر گرم شده. وقتی که درش آوردی از داغی افتاد، سطح روی کیک رو کاملا سوراخ بکن و شیر سرد رو بهش اضافه بکن و بعد برو سراغ سسش که موادش رو تو کپشن نوشتم با هم ترکیب بکن. بذار رو حرارت ملایم مدام هم بزن تا سس به غلظت بیفته. اجازه بده از داغی بیفته اما گرم باشه. بعدم بریز روی کیک رو صاف بکن. اجازه بده 1 ساعت بمونه. حالا کیک شکلاتی خیس ما آماده است. انشالله درست بکنی و لذتشو ببری. نوش جان.